چرا؟ به خاطر که رب اوسته، به خاطر که مالک و متصرف اوسته. دیگه این معنای لا اله است. قد جاءتکم بینة من ربکم، یقینا آمده برای شما دلیل واضح از جانب پروردگارتان بالای توحید، یعنی یک تا پرستی الله متعال یا بالای نبوت ما، اردو گپ درست است. فاوفوا الکیل والمیزان. لوط علیه السلام میخواست، اول اهتمام برای او امر کرده بود که سبب فساد اجتماع بود، مثل که صالح علیه السلام هم همینطور بود، هود علیه السلام هم همینطور بود. لیکن اینجا امری را شعیب علیه السلام دا پیش میکنه که هم سبب فساد اجتماع است. او ضعیف شدن اقتصاد، برداشتن اعتماد از مردم است. تمام معاملاتی که امروز در دنیا صورت میگیره، رکن اساسی از او یا محور اصلی از او اعتماد است. از همون خاطر تجارای کلان محض تلفن میکنه اینی قمال روان کو، چون اعتماد وجود داره، بدون از اینکه پول ازی پرداخته شده باشه یا نشده باشه او مال میرسه. تمام معاملاتی که شما نظر بکنه در حقیقت محور اصلیش اعتماد بالای یکی دیگری است. اما زمانی که خیانت شروع شود، نعوذ بالله، در طول ترازو در این گپا کمی و نقصان شود، یا کسی را فریب میدی در سر یک چیز میزنی در باطن در زیر دیگه چیز، این کارا را میکنی، اعتماد برداشته میشه. اعتماد که برداشته شد، معاملات مکمل چی میشه؟ فاسد میشه. امروز ما و شما میبینیم که معاملات در کدام سرحد رسیده، مکمل مسائل سود روان است، مکمل مسائل فریب و نعوذ بالله ای گپا روان است. پیغمبر علیه السلام کلی گپا را، تمام اینمی فسادا را در یک کلمه حدیث خود اشاره کرده: من غش فلیس منا. کسی که فریب میکنه، مختلط میسازه، خوب و بده، مردم فریب میده، از ما نیست. او خود این شمار نکنه که در جمله امت رسول الله صلی الله علیه وسلم است. چرا؟ امت رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل که ضرر را به خود بد میبینه و برادر مسلمان خودم بد میبینه. تا وقتی که این احساس نداشته باشه، احساس مؤمن بودن خدا نداشته باشه. شعیب علیه السلام این فساد اجتماعی را در قوم خود دیده. قومش مرفه است، بسیار مالدار است، از او خاطر برشان میگه که شما خو الله براتون دارایی زیاد داده، از این استفاده درست بکنی، نکنی کارا را. فاوفوا الکیل، شما پوره کنی، پوره بدی پیمانه را، والمیزان، ترازو را، ولا تبخسوا الناس، کم نکنی مردم اشیاءهم، چیزایشان، ولا تفسدوا فی الارض، فساد در روی زمین نکنی. این عملتان سبب فساد مکمل در روی زمین میشه. چرا؟ اعتماد برداشته میشه. کسی اعتماد نمیکنه و هر کس تلاش میکنه که من جانب مقابل خدا فریب بدم. میوه فروش که وقتی از ضمیر خود میوه میکنه، میفهمه که در بازار صداقت وجود نداره، از همونجا شروع میکنه کارتن از زیر غوره پر میکنه، سرش خواب، زردالوی خواب، سیب خواب، کیله خواب، همین قسم انگوری خواب، اما زیر چیزی وجود نداره. با آدمی دکاندار هم همینطور هسته. کسایی که در اینجا شما سبزی فروش بروی اونجا میبینی که چقدر کچالوی کلان خوب گذاشته، مالتر خوب. وقتی که دست میزن میگه این نمونه سیر شور نده، اینه از اینجا برات میده. کلش فقط فریبکاری است، نعوذ بالله. صداقت از بین برداشته شده. این سبب فساد است. چرا؟ اینالی هر کسبگر و هر کس تلاش میکنه که همچو فریبکاری را بعد در کار بندازه. امروز معاملات ما کلش فریبکاری نیست؟ ها؟ سامان از پاکستان است، رنگ دادگی و توست دادگی و تاپی ژاپن سرش زده شده. میبینی میروی کلی گپا در اون سرحد رسیده، اعتماد باقی نمانده. وقتی چیز میگیری در او اعتماد نیسته، از او خاطر متزلزل میباشی که چه قسم است. شعیب علیه السلام در این کار اشاره میکنه. از این معلوم میشه برای ما و شما که دین مقدس اسلام اهتمام به اقتصاد مردم در حق اولیت قرار میده بعد از توحید الله. شعیب علیه السلام بعد از دعوت توحید موضوع اقتصاد پیش میکنه برای مردم و مردم میگه که کار خراب نکنی، چرا؟ سبب فساد مردم میشه. از او خاطر میگه ولا تفسدوا فی الارض، فساد در روی زمین نکنی بعد اصلاحها، پس از اینکه اصلاح شده باشه زمین. الله زمین اصلاح کرده، اعتماد پیدا شد، فضای صمیمیت و برادری در بین مردم حاکم شده. حالی چرا؟ نعوذ بالله شما کارایی را انجام بده که سبب چی شود؟ فساد در بین مردم شود. ذالکم خیر لکم، اینمی نفساد کردن، چیزای مردم پوره دادن، این بهتر است برای شما. ان کنتم مؤمنین،
اگر مؤمن است. بسیار نکته عجیبه شعیب علیه السلام میگه، این خطیب الانبیا است. خطیب الانبیا سخنای خود طور پیش میکنه که یقینا مخاطب قناعت میده، مخاطب متوجه میشه. اینجا میگه که خیریت دینمی امور زمان می پیدا میشه که انگیزش ایمان باشه، محرکش ایمان باشه. بس اوقات انسان مراعات بعضی امور میکنه لیکن انگیزش ایمان نمی باشه، انگیزش لحاظ توست. همین تو که دور شدی به دیگه کس پوره نمیده. بس اوقات است که فشار بیرونی است. الا سری نانبایی چی استاد است؟ بگه شاروالی استاد است. خب پاوکی چیست؟ خمیر انداخته رایست نان میکشه کلان کلان. اما با مجردی که مامور شاروالی سبو طرف شد باز دیگه از او چوندی کده رایست نان خورد میشه. نه، ممنوعیت یا بند شدن از جنایت و گناه انگیزهای مختلف داره، اما مهمترین انگیزه که انسان راستی به طریق دوام منه میسازه او ایمان است، او عقیده است. زندگی را وقتی انسان درست مستمر انجام داده میتونه که به انگیزه ایمان و عقیده باشه. از او خاطر شعیب علیه السلام میگه ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستی، اگر این کاریتان که تکمیل پیمانه و ترازوست از عقیده ایمان نشأت کرده باشه، دیگه این دائم هم است. فرق فقیر و مسکین چیست؟ غنی رم نمیکنه، فرق دیاتی و بگوی اشاری رم نمیکنه، فرق شناسا و ناشناس هم نمیکنه. چرا؟ تو عقیده ایمان داری، به کسی خیانت نمیکنی، هر کس کی میاد. اما امروز که ما و شما بازار میریم چطور است؟ اگر تو یک کمی معتبر خان باشی با سعی میکنی که از زیر یک چیز یک اسباب برات میکشه او را برات پیش میکنه، اما کسی دیگری که نمیشناسش تو که میتونه فریب داده میره. علتش چیست؟ به خاطر که اینمی انصافی که بری تو خوب چیز داده انگیزش ایمان نبوده، انگیزش شناسایی تو بوده، معرفتی تو بوده، یا است که او ضرورت به تو داره، احتیاج به تو است. از او خاطر شعیب علیه السلام این نکته را برشان میگه که نکنه. ذالکم خیر لکم، این برای شما بهتر است. بهتری زود معلوم نمیشه برای انسان. انسان همیشه شایق است که نقد یک چیزی در دستش بیاید، نقد اونمو خیلی خوش است. سیسته یک آدم دیاتی آمده در دکانت و تو تا توانستی او را فریب دادی، اما آینده نخواد او نفر به دکانت سر بزنه. اگر وقتی که تو از انصاف کار گرفتی، عدالت رعایت کردی، سیسته که در یک روز در پا فایده کردی، دکان دیگه که فریبکاری کرده 1 لک فایده کرده، اما ثبات دکان ازی جای به جای است. شما دکاندار را میبینی دمی هر محله شما یک امتحان بکنه، یک دکاندار است امو سودا قطعی کل دکاندار است، سر یک دکاندار قطار استاد میباشه نوبت نمیرسه، 5 دانه شاگرد هم میداشته باشن نمیرسه، اما دیگه دکاندارا قرار یخ میزنشه. علت چیست؟ علت است که آدم از انصاف و عدالت کار گرفته. هر کس گفت که اینمی آدم واقعا ظلم نمیکنه یکسان. ما در قصابی یک جای قصابا بود، سر یک قصاب قطار بود، از کسی پرسان کردم که چی گپ است؟ تالیخ و گوشت همین کلش گوشت است، همین مال خو کلش یک قسم مال است. یک نفر برای ما گفت این لحاظی قماندانه، لحاظ رئیس وزیر از هیچ کس نمیکنه، یکی به نوبت گوشت میده، دوم کدام فرقی نمیکنه که تو کیستی و او کیسته، یک قسم گوشت میده. از خاطر مردم کل برش استاد است. این دیگرا کسی را طور میکنه که خانه بره دیگه مجبور که خدا بزنه، روی خدا بزنه که چی برش داده، او کسی را طور میکنه. از او خاطر قرآن کریم به نکته اساسی اشاره میکنه ذالکم خیر لکم، این بهتر است برای شما. ولا تقعدوا بكل صراط، عمل غلط دیگری که در قوم شعیب علیه السلام است او را منع میکنه. ولا تقعدوا بكل صراط، نشینه در هر راه، توعدون که شما میترسانی مردم را و تصدون منع میکنه مردم را عن سبیل الله، از راه الله متعال. کی را منع میکنه؟ من آمن به، کسی که ایمان به الله داره، و تبغونها، شما طلب میکنی عوجا کجی و کوری را در راه. واذکروا، یاد کنی اذ کنتم قلیلا، در آن وقتی که شما کم بودی، فکثرکم، شما را الله زیاد ساخت. وانظروا، ببینی کیف کان عاقبت المفسدین، عملی بد نکنی. چرا؟ از قومای سابقه درس بگیری، ببینید چه قسم است انجام کسایی که فساد کرده بودن. عملی غلط دیگه کدام است؟ ولا تقعدوا بكل صراط، در هر راه نشینی. مراد از این راه دو راست، یا راه حسی است، امی راهی که روان است.
مردم ها روان بود. شعیب علیه السلام درس و تعلیم شروع کرده بود. یک تعداد مردم در طرف از او میرفت. ترجمه قرآن شروع کرده بود. کتاب خودش شروع کرده بود. مردم ها در راه ها می نشستن. کسی چاقو می کشید، نرو که وابیست، نمیمانم تا چاقو میزنم تا، میترسانید چانه. اگر رفتی باز مقتت کار دارم. همینطور است یا نه؟ در خانه ها همینطور میگه یا نه؟ اگر باز دو درس رفته بودی اینجا در خانه نمیماند، پدر برات نمیگه همینطور؟ نه. شعیب علیه السلام هم این قسم حالت بود. هیچ انبیا علیهم السلام هم داستان ها سرش تیر شده. نرو، چاقو را سرش میکشه. کدام رایی که رسیده بود به خانه شعیب علیه السلام، مردم دوره ها می نشست، نمیمان. مردم در راه محمد رسول الله ننشسته بودن. مردم های مسافر که می آمد نمی این یک نفر اینجا در بین ما دیوانست پیش از او نروی، دیوانست پیش از او نروی. امی گپار می کرد. دائم همینطور است. کسی که در کدام مرکزی که در اونجا واقعا حق گفته میشه، مردم ها از او مردم می ترسانه. چی میگه؟ اگر باز قطع از او دیدم مرده و زنده، از ما تو دیگه قطع است. همیالی یک تعداد دوستای ما و شما همونطور است. قوما چی کرده شه؟ بگوی مرده و زنده را قطعش قطع کرد. ماما قطعش دست گرفته که دیگه نه 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 در طرف خانه ما ریت دور ندی تو آبی، تو آبی جد نبی. همین گپا را میزنن. یک مانا مراد از این را امورای حسیست. دوم را ولا تقعدوا نشینی بكل صراط، در هر را مراد از را مسائل دینی و اسلام است. توعدون که شما میترسانی مردم را و تصدون عن سبیل الله، از راه حق مردم منع میکنی. در هر را شما نشستن از جا مانایش ایسته که شما کسایی که حق میپذیره دنبال حق میگرده تفتیش و تلاش میکنه، شما وارا منع میکنی که نه 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 نروی دیگه اونطور نکنی. چی برش میگه؟ تو نمیتانی، مجتهد خو نیستی، تو سعیست. یک کسی را میگه در تلویزیون ها سوال کرد که چطور است از یک مذهب در مذهب دیگه رفتن؟ گفت بله، کی است که به مثل امام ابو حنیفه رحمه الله واری علم داشته باشه که باز این مذهب ترک کنه در مذهب دیگه بره؟ او برادر این گپ خو خیلی واضح است. این قدر واضح است. خیر ما بشینیم. از این معلوم میشه که دیگه در عمرم هیچ شخص آمده نمیتونه که برابر علمی کی شوه؟ ابو حنیفه رحمه الله شوه و بعد از اون مذهب ترک بکنه. خیرم یک مذهب، هم یک مذهب ما کم بگیریم. با کدام دلیل ما کم بگیریم؟ دلیلش خو برای ما بگو که ما هم یکی را ما کم گرفته بریم. عجیب است. الله رحم بکنه. علما هستن در روز قیامت به الله چی جواب میگن؟ منع کردن چی را میگه؟ یکی منع کردن به چاقو، به کارد و به تفنگ است. یکی منع کردن به تقریر و تبلیغ است. مردم سری تو اعتماد داره، سخن تو را باور میکنه و واقعا مانع از چی میشه؟ از حق طلبی میشه. قرار میشینه که راستی همینطور است. نکو یا عالم، نکو شیوه قوم شعیب علیه السلام به خود نگی. مردم دعوت بده. ما ابیتور میگیم به کلی مجالس ما اعلان کردیم سخن ما را نپذیری، نبی پشت ما، سخن ما را بگیری، خواب تفتیش کنی، تلاش کنی. زمانی که بطلانش پیدا کردید اونم تو قلاچ کنیش بندازیش. کی براتون گفته که پشت ما بیای؟ این دعوت غلط است. ما میگیم به سوی کتاب الله و سنت رسول الله برای پیدا کرده، تحقیق کرده. الله برای ما زمینه را مساعد کرده، امکانات برای ما داده. این امکانات نیست، امکانات برای ما نصیب شده. ما باید این تحقیق بکنیم، دنبالش بگردیم. عجیب است. الله رحم بکنه. وقتی علمای ما اینطور میگه خیری چرسیا و بنگیا که راه را بگیره، مردم تهدید میکنه، از یا هیچ گله نیست، دستی از واره بوسه کنه. ملاها و علمای ما که دفاعگر قرآن و حدیث است، دفاع از کتاب الله و سنت رسول الله نمیکنه، دفاع از یک مذهب میکنه. عجیب است. این عجیب است. قرآن و حدیث دفاعش نکو. اگر او میبرش اگر جای میشه، خو لیکن فکرت باشه که گپی مذهب است پیشت خراب نشوه، بس تباه میشی. عجیب است. قرآن چی میگه و ما چی میکنیم؟ الله رحم بکنه. و تصدون عن سبیل الله، منع میکنه مردم از راه الله. من کسی را آمن بی که ایمان به الله داره نمیگذارشه. و تبغونها عوجا، شما طلب میکنه کج او را. دو مطلب داره. و تبغونها عوجا، شما طلب میکنی راه ها را کج. مردم روان است. ای را براتون بگم، مردم روان است چندین مراتب. دیگر خود چی میکنی؟ دکاندارای نزدیک مسجد ما این کارا را خیلی زیاد کرده. آمدن نفرا که ما اینجا میریم، اینجا ترجمه درست. او چی میگه؟ نه او ترجمه دیگه جای است، دیگه جای برو. این کج نشان دادنی را
تبغونها عوجا، شما طلب میکنی راه را کج، دیگه طرف روان میکنی. الله اکبر. هیره چی میکنی؟ علمایی که دی مسجد زندگی میکرد ما در بالا می بودیم، نفر که می آمد میگه ما پیش مولوی متوکل آمده، میگه بیا. یک نفر آمد در درس پیشش گفت بیا، درس که خوانده البته در زیرش ننشسته، بعد از او رفته کسی که او را روان کرد گفت مرا در پیش کی روان کردی؟ هیچ چیز هم نمیفهمم. من رفتم قدش سر ما قرآن کریم، او آدمی کلان درسا و درجا را خوانده بود، اینجا سرش چی را شروع کرده بود؟ قرآن کریم ناظره. گفته بود که اینم مولی متوکل. خب دوم مانا و تبغونها عوجا، شما طلب میکنه در راه کجیره. توحید الله متعال گپی است مسلم، هیچ کجی و کوری نداره. اما یا کجی و کوری پیدا میکنه یا نمیکنه. کجی و کوری ردش پیدا میکنه. چی میگه؟ هی آیت در مورد مشرکین است، هی آیت در مورد اهل کتاب است، هی آیت فلانی را میگه. خب اگر ما نعوذ بالله سجده به ولی بکنیم، به پیغمبر بکنیم، این بر جایز است. خیر دیگه هیچ کدام مزاحمتی نداره. فقط بعد امو مردم بودن که به بت سجده میکردن. خلاص ما باز بد نیستیم. عجیب است. هیرا میگه طلب کردن چی؟ راها. دلیل میگیره غلط تعبیر میکنه. بگاه یک کسی برام زنگ زده، اینقدر آزار برام داده که آخر تلفن اوکی کردم و موتور ماندم که نشد صامت کردم. زنگ میزد چی میگی در مورد حدیث چی عمر رضی الله عنه که در پیش عباس این توسل جایز است؟ ما گفتم تو مطلب حدیث نمیفهمی، خیر است تلفنی گپا حل نمیشه. اگر بسیار گفت ما عقیده شما خطا شده غلط شده، ما میخوایم که راست کنیم. چقدر خوب است. ما گفتم دستی تام بوسه میکنیم ان شاء الله. بیا یک دفعه اینجا قطما بیشی باز بعد از باز مرا در راه نیک بیار. هنوز هم احترام و تعظیم تا میکنم که من خطا شده باشم. چقدر خوب میشه که تو برام بیان کنی. این عجیب است. الله رحم بکنه. واذکروا اذ کنتم قلیلا، یاد کنه نعمتهای الله را برشان یاد بکنه که انگیزه طاعت و شکرگزاری خودش پیدا شود. واذکروا اذ کنتم قلیلا، یاد کنه در آن وقتی که شما کم بوده، فکثرکم، الله شما را زیادت نصیب کرد. نه این معنیش چیست؟ زیادت شما سبب سرکشی نباشه، توانمندی شما سبب نعوذ بالله از حدود الله برآمدن نباشه. زیادت شما مایه شکرتان باشه، سپاس و قدردانی نعمت الله را بکنه. موحدین هم باید همینطور باشه. روزی بود ترجمه قرآن کریم نبود، کسی دیده نمیشد، حالی الحمدلله زیاد شده. شکر از این چیست؟ که ما تلاش بکنیم، بکوشیم کسان دیگری که به این را قناعت حاصل نکرده برش قناعت فراهم بسازیم، زحمت بکشیم، محنت بکنیم، راه های مختلف در کار بگیریم. حکمتی نمیره میگه که با حکمت دعوت بده. حکمت چی معنا؟ یک آدم همونطور اگر بری که بیا ما تو را در ترجمه میبرم، نه نمی حقیقت. یک آدم اینطور میتونی بگو میمانم هستی، بسیار دوست دارم، قطعا یک دو دقیقه میشتیم، یک 3 دقیقه بگو ببر شقتی خود. خو همین ما و شما والا بسیار حالتا خراب شده، در بدری زیاد شده. امروز کدام چیز است که ما را نجات میده؟ خود به خودمو خدا میگه که قرآن است، حدیث است که رجوع به قرآن حدیث بکنیم نجات میده. خیر بیا که یک جای خود قرآن یاد بگیریم، صحیح است؟ اول ببرشد یک جای دیگه، تا آخری روز در اینجا بیار. خب حکمتا را بشناسی، آخری روز در اینجا بیار که باز بفهمه گپا. در مرکز قرآن ببرشه، خود به خودی گپا. این را میگه حکمت، او را حکمت نمیگه. قطعی مردم در بدعتا هم آهنگ شو، حکمت است. وانظروا کیف کان عاقبت المفسدین، ببینید چه قسم است انجام کسایی که فساد پیشه بودن، فساد میکردن. از او بعد عبرت بگیری. کسایی که فساد کرده سرنوشت خوب نداره. و ان کان طائفه منکم آمنوا بالذی ارسلت به و طائفه لم یؤمنوا فاصبروا حتی یحکم الله بیننا. بس اوقات بسیار مردم از یک قیاس غلط دیگر را میکنه. قیاس غلط دیگه است مردمایی که ایمان آورده می باشه، راه حق گرفته می باشه، همیشه در تکلیف است، در رنج است، در مصیبت است و زیر تهدید دیگران قرار داره. این سبب مایوسی و ناامیدی برای بعضی میشه و سبب جرأت برای معاندین و مخالفین میشه. میگه وای اگر این پیغمبری بر حق باشه چرا شما در این ذلت و در این مصیبت و تکلیف چی میکنی؟ بگوی رنج میکشی، زندگی میکنی. شعیب علیه السلام بسیار جواب مقنع میده. هر چیز برای خود تاریخ داره. اگر ما و شما سر ما مصیبت یک چیزی یک کمی روزا میاد باید بیاید،
به خاطر که پخته شویم، به خاطر که لیاقت امو اجری که الله برای ما نوشته کرده او را ما حاصل کنیم. تا وقتی که امی تکلیف و مصیبت تیر نکرده باشیم امو لیاقت حاصل نکردیم. از او خاطر الله متعال بندگان نیک خود در اول مرحله مورد آزمایش بزرگ قرار میده. چرا؟ به خاطر که از یک طرف به مردم هم واضح شود که امی مردکه هیچ چیزی دیگر هدفش نبوده به این راه حق آمدن بجز از ترس الله و بجز از رضای کی؟ الله. چرا؟ کسایی که نعوذ بالله بنابر عوامل دیگر ای راه را گرفته باشه یک کمی فشار که سرش بیاد چی میکنه؟ راه را اعلام میکنه. اما زمانی که تو سختی ها را برداشت کردی خود به خود واضح میشه که دیر آمدن تو فقط و فقط رضای الله متعال است و این کار آمدن است. از او خاطر شعیب علیه السلام چی میگه؟ و این کان طایفتون، اگر هست یک جماعت منکم از شما آمنو بالذی که ایمان آورده به او وحی که ارسلت به ما روان کرده شده این به او وحی، و طایفتون یک طایفه دیگه لم یؤمنو که ایمان نآورده و شما میگی که نه کسایی که مؤمن است یا آزار اذیت داده میشه. چرا؟ اگر تو پیغمبری حق هستی یا غالب نمیه. فاصبروا، شعیب علیه السلام میگه صبر کنی. شما کسایی که اذیت برشان داده میشه مؤمنای واقعی سوارم میگه صبر کنی. و دیگرم میگه خیر از شما به این زور و بازی تا ننازی، یک روز میایه حتی یحکم الله بیننا، تا ای که فیصله بکنه کی؟ الله متعال در بین ما، و هو خیر الحاکمین، الله بهتر فیصله کننده است. چرا این میگه و هو خیر الحاکمین؟ اشاره به این میکنه که الله خو علیم است، میدانه فیصلهش طور نیست که یک کسی رای الله را محکم گرفته زحمت و محنت میکشه و بازم ذلیل باشه. و او کسی که مخالف وحی الهی است، دعوت پیغمبر است، او همیشه همینطور چی باشه؟ ترقی کنه. نه، روز فرا میرسه. او روز فرا رسید. زندگی صحابه کرام ببینید، تخته های سنگ در سینه‌شان چپه میشد، سر ریگای گرم چی کش کرده میشد، سیست انواع ظلم ها بود. اما روز آمد که امی سردارای مکه در زیر کی بگوی فرمان بلال رضی الله عنه حاضر آماده بودن. اما اسامه ابن زید رضی الله عنه کی بود؟ لیکن آلی سردار جور میشه. الله متعالی تو نمیگذاره. ما هم یقین داریم اگر یک روز ما اذیت میشیم، آزار میبینیم، کس ما را نمیپذیره، حتی موقع نمیده که تو نماز بخوانی در مسجد الله، هر کس اوجا بیایه، واکسیناسیون میایه، واکسیناسیون خدا میکنه، او را میمانه خود تو را نمیمانه. هر کس بیایه، نصارا بیایه اوجا میایه، خود تو را در نماز خواندن نمیمانه، تو را در مجلس خود نمیمانه. روز فرا میرسه ان شاء الله. اگر ثبات و پایداری موجود بود، باز الله متعالی تو فیصله حقیقی را میکنه. او خیر الحاکمین است، بهترین فیصله کننده است.